نسیم شمال گفتگوی انبیا علیه السلام راجع به صلح. لعل لب بگشود عیسی مسیح، کرد عنوان این عبارت فصیح. گفت این تاج از شهی باشد که او زود در این جنگ گردد صلحجو. هست این تاج مشعشع تاج صلح، آمده با رف از معراج صلح. هر که شد دارای این تاج طلا، زود عالمگیر گردد برملا. هر که در این جنگ زود اصلاح کرد، خدمتی بر عالم ارواح کرد. آشتی خوب است، خویی خوش است، این 2 روز عمر نیکویی خوش است. پس ز جا برخاست شیخ الانبیا، یعنی ابراهیم تاج اصفیا. گفت مطلب لازم ایضاح نیست، مصلحت امروز جز اصلاح نیست. گفت موسی یا رسول هاشمی، ای که بر اسرار عالم محرمی. فاش برگو چاره این جنگ چیست، رافع این عزم و این آهنگ چیست. گفت پیغمبر به موسی کلیم، ما تمامی یک زبان و یک دلیم. در گلستان لاله و حمرا یکیست، آفتاب امروز با فردا یکیست. هرچه می خواهی تو من هم آن کنم، دعوت از اصلاح یا قرآن کنم. زان میان برخاست خضر آن پیر دیر، گفت ای آدم کشان الصلح خیر.